بفرمایید. سلام. سلام. حالتون چطوره؟ عالی. بفرمایید. مخلصم. خوشحالم میبینمتون. همچنین مرسی. میخواین حال احوال کنین؟ حالتون خوبه؟ عالی. عالی دیگه. حالت چطوره؟ عالی. خدا رو شکر. خب دیدین سعید عزت اللهی یه جوانی در بذار برای اینکه من به همه یه آدمایی مثل من ممکنه دقیق به اندازه بقیه فوتبالی نباشن، تمام جزئیات تو رو ندونن. من از روی چیزایی رو براتون میخونم ببینید چقدر خفنه. جوانترین لژیونر تاریخ، جوانترین بازیکن تاریخ تیم ملی و جوانترین گلزن تاریخ تیم ملی. درسته نه؟ از 17 سالگی اتلتیکو مادرید اسپانیا بوده. بعدش رفته رستوف روسیه. اونجا هم بازی سردار شده. آره؟ بله. سردار چطوره؟ خوبه. خبر داری ازش؟ بله. خیلی به سلام رسون. پدرش هم بازیکن تیم ملی بوده و 8 سال مربی نوجوانان و جوانان. کسب عنوان جوانترین بازیکن تاریخ لیگ برتر ایران. کسب عنوان بهترین بازیکن رقابت‌های تورنمنت جام ریاست جمهوری قزاقستان. کسب عنوان بهترین بازیکن زمین در رقابت‌های جام جهانی با میزبانی روسیه در مقابل فنلاند و کسب کاپ بازیکن پدیده لیگ برتر سال 91-92. ماشاءالله بهش. واقعا ماشاءالله بهش. چه جوری میشه آدم اینجوری میشه؟ چی شده واقعا؟ چه جوری شده؟ خب والا فکر میکنم اول از همه لطف خداوند بوده خب رسیدم و دوم از همه فکر میکنم کمک پدر و مادرم و خب اون هدفی که فکر میکنم داشتم اول توی زندگیم و سختگیری که برای رسیدن به این هدف داشتم. خدام دید که واقعا دوست دارم به اون جایگاهی که هدف گذاری کردم برسم، کمکم کرد. دمت گرم. برای رسیدن به هدفت اصولا سختگیری میکنی به خودت؟ قطعا. همیشه گفتم بعد از هر سختی یه خوشحالی یا یه مسیر خوبی هستش. تا سختی نکشی فکر نکنم به اون هدفی که میخوای برسی. این سختگیری از کی شروع شد؟ فکر میکنم از سن 13 سالگی. و سختگیری ها یعنی چیا مثلا؟ سختگیری ها خب نسبت به یه زندگی عادی؟ قطعا. حالا شاید اون موقع کمتر شناخته شده بودم توی سن 13 سالگی. حالا مهمترین فکر کنم بحث تغذیه بود، بحث استراحت بود. تغذیه یعنی چی؟ یعنی مثلا تو که در این اندازه و لول و اشل داری به ورزش میکنی، حالا چه در اون سن چه در این سن، حالا با تفاوتایی، یه چیزایی رو اصلا نباید بخوری. قطعا. چی اصلا نمیخوری؟ خب چیزایی که فکر میکنم به اون حرفه ضربه بزنه، مثلا چربی یا غذای چرب و خب چیزایی که باعث شاید بیماری بشه و یه ورزشکار نباید استفاده کنه. من برای همین قهرمان نشدم چون نمیدونستم چیزای چرب نخورم. پلو میخوری؟ پلو خب آره، اگه کم بخوری واسه ریزش مو، ولی خب کم. اگه کم بخوری چی؟ ریزش مو میاره. ریزش مو رو میگیره؟ من خیلی پلو خوردم ریزش مو نگیره. در مورد من عمل نکردم. شاید باید نمیدونستم تا حالا. شاید پلو با کره خورد، چرب بوده. چلو کباب میخوری؟ خیلی وقت نخوردم. به خاطر همین ماجرای تغذیه و رژیم اینا. ولی خب کباب میخورم، کباب اوکیه. ولی چلو که حالا برنج باشه و کره و نمیدونم زرد تخم آب کبابو بریزم روش، اینا نداره. اون نونه که بزنی تنش اونا نداره. نون زیر کباب. من نمیتونم قهرمان باشم حتی از اینجا به بعد چون بازم نمیتونم نخورم. آقا من میشه چرا کباب نخورم؟ خب ببخشید داشتی میگفتی سختگیری یا تغذیه، قطعا میزان خواب. قطعا مهمترین اصل فکر می‌کنم توی سن و سال‌های پایین اینه که میزان خواب خیلی خوبی داشته باشی که بتونه اون پایه و اساس درست شکل رشد داشته باشه. و اینکه حتما مثلا چه ساعتی میخوابیدی؟ من همیشه دیگه خیلی دیر میخوابیدم. 10:30 بود راستشو میگم. 10:30 دیگه خوابه؟ هنوزم؟
الانم الان آره تو واقعا توی و اون موقع تو دهونیم میگرفتی میخوابیدی. یه پسر 13 14 ساله امکان نداره دهونیم بشه. به خاطر اینکه من درس میخونم مگر با آجر. صبح چون میخواستم برم مدرسه مجبور بودم مثلا شب زود بخوام و این خودش اتوماتیک بار پیش میومد، چون من 7 صبح با پا میشدم میرفتم مدرسه، به خاطر همین مجبورم. بعدش اینی که داری میگی همه پسرهای 13 14 ساله صبح بلند میشن 7 میرن مدرسه اکثرا میرن مدرسه، ولی هیچ موقع ساعت 2 که تعطیل میشن اصلا اونور کولهشون رو دوششون نیست که بخوان یه ذره بدون نهار برن سر تمرین. عجب. الان دیگه دور زمانه شده که مامانه میاد دم مدرسه همونجا برنجو میذاره دهن بچه. اون موقع به قرآن خیلی سختی کشیدیم. الان چند سالته؟ من 20 سال. چه خوب. و دیگه چه سختگیریایی؟ خب سختگیری‌ها مهمونی، احتمالاً خانواده میره مهمونی، تو چون طول میکشه تو نمیری. اصلا من یه چیزی بهتون میگم، ما یه مربی داشتیم توی زمانی که من فکر می‌کنم 14 ساله بودم، توی تیم نونهالان بازی می‌کردیم. مربیمون شب زنگ میزد خونه هامون، اگه خونه نبودیم مثلا فردا جریمه داشت. من یعنی فکر هولوش 1 سال و نیم از ترس اون مربیمون حتی مهمونا رو میگفت بیاین خونه، میگفت نه شما بیاین خونه ما، شما بیاین. اوه زنگ زد خونه بعد ور می‌داشتین گوشه. ولی خب بعضی زرنگ بودن دایورت می‌کردن، ولی من موبایل نداشتم دیگه مجبورم خونه کنم. عجب. وقته بیکاری تو چطوری میگذرونی؟ وقتای بیکاری خب دوست دارم مثلا برم به رستورانی شامی بخورم، مقاله از کسایی که مثلا توی ورزش بودن دوست دارم کتابایشون بخونم و PS خیلی بازی میکنم. پلی‌استیشن بازی میکنی؟ جان من. چی بازی میکنی؟ فوتبال. اصلا بلد نیستم دیگه بازی. هیچ بازی دیگه بلد نیستی؟ دوست و رفیق و اینا چی؟ دوست و رفیق بیرون فوتبال داری؟ آره. باشون وقت میگذرونی؟ آره اکثر اوقاتم که کنار خانواده نباشم مثلا با اونایی. اسمشون چیه؟ خب اسم کوچیکشون و پیام هستش، اسمش پیروز هستش، بچه زیادن. الان بخوای چیز بهشون بگی چی میگی؟ به مثلا پیام و پیروز و اینا. خیلی دوستتون دارم، دمتون گرم. الان یک جمله لطفاً به پدر بگو، یک جمله به مادر لطفاً. خب پدرم که هرچی دارم مدیونتم، دستتو میبوسم. مادرم هم که همیشه با دعاش بدرقم راه من بوده. خاک پاتون. خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. تو انزلی به دنیا آمدی؟ بله. و هنوزم انزلی زندگی میکنید؟ بله در مادر اونجا؟ بله انزلی هست. چقدر در طول سال میتونی بری انزلی پیش خانواده؟ خیلی کم. فکر میکنم الان این برهه‌ای که من تو ایران بودم به خاطر نیم فصلی که بودیم هولوش 1 ماه ایران بودم و یا نه بقیه تایمایی که میام ایران اکثرا به خاطر اردوهای تیم ملی و بازی ملیه که خانواده‌ام سعی میکنن بیان تهران، حالا توی اردو توی هتل میبینمش. آها اونا میان پیشت. خواهر برادر؟ یه خواهر بزرگتر خودم دارم. پس یه جمله هم بهشون بگوشون جامود. فکر میکنم یه رفیق واقعی بودی همیشه واسه من. دستت درد. دلت برای انزلی تنگ میشه؟ قطعاً. برای چیاش تنگ میشه؟ واسه مردابش تنگ میشه، واسه مدشکنش تنگ میشه، واسه تیممون ملبان و همچنین مردمش. یه سری کبابای خیلی خوبم داره انزلی برگم. آره با هم میریم. من با پلو میخورم. جان؟ من با پلو. با پلو؟ آره با کته. من کته حتما. تو نخور. کته اوکی. تو نخور. کیا انزلی رفتن؟ هرکی نرفته. ها؟ میگم اگه میشه کسی نرفته. آره البته نمیشه که کیا نرفتن. بیا اینا قسمت نبوده برن. حتما برین، خیلی زیباست و خیلی خیلی لذت بخش. اوضاع مردابش چطوره؟ متاسفانه الان یه چند سالی هستش زیاد بهش رسیدگی نمیشه و خب واقعا میخوام از طریق همین برنامه اعلام کنم به مسئولین استان و همچنین شهر انزلی، چون واقعا یکی از بهترین منابع تفریحی انزلی و چه استان گیلان و ایرانه. محل اصلا ورود و خروج کلی پرنده مهاجر و
اصلا خیلی منطقه زیست محیطی فوق‌العاده و اقلیمی درجه و مهمیه. داره آسیب میبینه نه؟ بله الان یه چند وقتش خدا رو شکر همه چیمون داره آسیب میبینه. خب بگو یه چند وقتی هست که اوضاعش خوب نیست؟ اصلا اوضاعش خوب نیستش و فکر میکنم بعضی هستن اصلا توی فصلی که شکار ممنوع میرن اونجا شکار و خورده و بیشتر فکر کنم رسیدگی بشه ببینیم. هیچ وقت تو زندگی شکار کردی؟ نه. اهلش نیستی اصلا؟ با حیوونا رابطه چطوره؟ کدوم حیوان؟ کدومش باشه؟ همه حیوونا اصولا موضوع حیوانات از دور خوبن، همه عالی. از دور فکر کنی اگه حیوان میشدی چه حیوانی میشدی؟ خودم دوست داشتم چی بشم. آره خود تصورت راجع به خودت چیه؟ دلفین دوست داشتم. دلفین؟ باهوش ترینه دیگه. خیلی باهوشی؟ چیز کردی؟ سنجیدی؟ ضریب هوشی تو میدونی چنده؟ بچه بودم سنجیده بودم ولی یادم نیستش. ولی رشته تحصیلیم خب ریاضی فیزیک بوده قاعدتا. چی؟ میگم رشته تحصیلیم ریاضی فیزیک بوده و قاعدتا یه چیزایی بلد. بله هوش خوبی داری، آفرین. چی میخواستم بگم راجع به هوش نبود؟ حیوان. من چه حیوانی میشدم؟ بگی. میگه پنگوئن. خیلی هم باحاله. موش؟ خرگوش؟ چی؟ جغد؟ آقا من عاشق اینم. بگو. شیر. من عاشق این بودم شیر نر میشه. گربه چاکرتم. حالا یه ذره چیزش بدیم، حجمش یه ذره بادش کنیم بشه شیر. یوز پلنگ. شیر ولی شیر نر انقدر مو انقدر یال. عجب. چیز داری؟ خوشحالی بعد گل داری؟ حرکت مشخص؟ آره. چیه؟ خب اکثرا یا حالا تو بازی ملی اگه پدرم توی استادیوم باشه و مثلا تو جایگاه باشه اگه گل بزنم قلب بهش نشون به پدرت؟ و اگر ایشون نباشن جایی بازی کرده باشن جای دیگه ای باشه همیشه خدا رو شکر میکنم بعدش. اینجوری میکنی؟ رو به سمت خدا. چه باحال. ما چرا تو حرفه ما اینو نداریم؟ مثلا شادی بعد پلان. خدا شادی بعد ضبط. چی میشد ما مثلا هر شب که ضبطمون تمام شد یه کاری میکردیم؟ وقتی که لحظه که گل میزنی هیچی، قبلترش طالب حسش به دست داده که الانه که برم گله رو بزنم. آره؟ یا حتی اصلا تو بازی که داری میری تو زمین بدونین الان دارم میرم تو زمین تو این بازی گل میزنم. یکی از مهمترین اصلی که همیشه فکر می‌کنم خدا سرلوح کارم بوده این بوده که واقعا با همه وجود حس کردم کنار خودم وجود خدا رو و فکر می‌کنم مهمترین جایی که حس کردم بازی ایران ترکمنستان بود توی ورزشگاه آزادی مقدماتی جام جهانی که اولین گل ملی من اونجا زدم. ما گل اول خوردیم. خب گل اول زدیم بعد گل مساوی خوردیم و یه دفعه جو استادیوم اصلا بر علیه تیم ما شده بود. چون جلوی خب ترکمنستان کسی فکر می‌کنم توقع نداشت که ما گل مساوی بخوریم. فکر می‌کنم هولوش 1.5 دقیقه بعدش بود روی اوت دستی من نیمه زمین بودم و آقای حاج صفی اومد اوتو بندازه کسی یه حس درونی انگار به من گفتش که برو و من قشنگ با دستم اشاره میکنم که نگه دار تا من بیام که ایشون وای میسته همون توپو میرم توی حالا یه فعل و انفعال گلم میزنیم که اون بازی میبریم خدا رو شکر. ایوه دمت گرم. پیراهن 6 توی تیم ملی میپوشی. قبل از تو کیا پوشیدن؟ خب قبل من بزرگای مثل آقای باقری و آقای نکونا میپوشیدن. بازی کیا رو خیلی دوست داری تو ایران؟
توی ایران خب با توجه به پستی که داشتم همیشه فوتبال آقای باقری آقای نکونام خیلی دوست داشتم. به چه باحال. یکی از دلایلی که واقعا گرایش داشتم به عدد 6 آها اصلا چیز بود میلت این بود. آره ببینم اصولا عددی که دلتون میخواد بپوشین بنا به عددهای موجوده دیگه، نه شماره های موجوده دیگه، چیزی که بشه انتخاب کرد. شما توی فوتبال از شماره 1 تا فکر می‌کنم 99 فوتبالیست‌ها میتونن استفاده. مثلا اگر 6 تو دست کسی دیگه بود تو بعد میرفتی سراغ یه عدد دیگه ای. خب 6 من بود دست یکی دیگه، ولی خب آقای کیروش لطف کردن دادم. دست کی قبل من دست آقای مهدی ترابی بود، بعد خدافظی آقای نکونا 6 دادن، یعنی 6 دست ایشون بود و من شماره 18 یا 19 میپوشیدم و بعد از اون آقای کیروش لطف کردن شماره. چیکار کردی که اون شماره رو گرفتی؟ بگو. آویزون ها؟ مثل مته تو مخ. نه اتفاقا هیچ صحبت واقعیتش نکردم، ولی چون با توجه به اون پست میرم 6 ندی بازی نمی‌کنم، 6 ندی خراب می‌کنم، 6 ندی گل بخوریم، 6 ندی گل میزنم به خودمون. تو رو خدا 6 جون من 6 مرگ من 6 میگفت سلام میگفتم 6 میرفته تو همون دوشو باز می‌کرده 6 نه با توجه به اون پستی که حالا مهدی داشتش، چون هافک وینگر چپ و راست بازی میکرد و خب شماره 6 رو اکثرا کسایی میپوشن که هافک وسط و پست‌های تدافعی دارن، خودش هم لطف کرد و شماره رو داد. تو بازیکن‌های خارجی کیا رو دوست داری؟ توی بازیکن‌های خارجی فوتبال پول پوگبا رو خیلی می‌پسندم. بازیکن منچستر یونایتد. اسمشون چیه؟ پول پوگبا. پول پوگبا 21 سالشه. 21 سالشه. و از بزرگترا کریستیانو رونالدو. رونالدو. مسی چی؟ بد نیست. اینو بپاشم تو صورت. طرفداران مسی کیا هستن؟ چرا میگی بد نیست؟ من چون خودم رالی سرسختم. از اون نظر. اوه. توی ایران تیم مورد علاقت؟ ملوان. بعد فکر نکردم دالو بشتی. نه بابا، ملوان ولا غیر و هیچ وقت دیگه هیچ کس زندگی و دیگر موقعیتش پیش نیومده. اگه بخوام واقعا برگردم توی ایران توی تیم بازی کنم قطعا شاید فکر کنم روی اینکه حالا غیر ملوان بخوام توی چه تیمی دیگه بازی کنم، ولی اولویتم ملوان. حالا ملوان اوضاعش چطوره؟ خوبه خدا رو شکر. حالا سال قبل سقوط کردم متاسفانه، اما امسال اولم فعلا تا اینجای کار ان شاء الله دوباره برگردم به سطح اول فوتبال ایران. تو چند تا گل ملی زدی تا حالا؟ من یه دونه زدم. یک دونه. بعدی رو کی میزنی؟ حست بد نمیگه؟ فکر کنم بعدی ان شاء الله گل سود به جام جهانی باشه. بازی با قطر؟ آره؟ ان شاء الله. خدا بخواد. وای چه حالی میده. آقا یه کاری بکن. جان من یه کاری بکن. از این کارا میکنن که پیرن میزنن بالا زیرش. آره؟ یه تیشرت خندوانه بدیم بزنه زیر، به خدا. ببین الان همه مردم ایران دارن میبینن دیگه که تو در خندوانه گفتی ایشالله در بازی با قطر این گلو بزنی. اگرم نزدم تو بازی باشگاهی هم زدم این کارو میکنم. بزن بالا خندوانه. این عالیه. وای تکم بزنه چه حالی میده. بعد بزنه بالا ما هم خیلی کیف داره. اوه احساساتی شدم الان. زار اشکم میریزه بیرون. خیلی عالی. هندوانه تقدیمتون بکنم؟ بخوریم. بفرمایید. خواهش میکنم اجازه بدیم. مرسی. این خوبه؟ من زیاد هندونه‌ای نیستم، کوچیک. ای بابا اینم جزء رژیم و تغذیه و ایناست؟ خودت هندونه‌ای نیستی؟ سخت بود واسه این دونه‌هاش همیشه. دونه‌هاش؟ خب دونه‌هاشو نباید بخوری اصلا. من نمیخورم. چجوری پس برات سخته؟ لیز میخورد میرفت. خب لیز بخور، بذار برد لیز بخور میره پایین دیگه. سخت. انقدر خوبه؟ آره بس. مرسی. عجب. هم نسلیت کیان تو فوتبال؟ هم نسلی من الان بچه حال حاضر فوتبال ایران دیگه. کدوماشون خیلی خوبن؟ همشون. واقعا میگم. من همیشه هم گفتم فوتبالیستای ایرانی یه استعدادی دارن که من واقعا تا اینجا که توی اروپا بودم توی اروپا یه استعدادشون راست میگی؟
از سنین پایه دارم میگم ولی خب اونجا با توجه به اینکه بها داده میشه امکانات هست خب همین آره نتیجه درست پیشرفت میکنن و بله نتیجه بهتری گرفت. تو شهرهایی که رفتی تا حالا کدوماشون خیلی باحال بودن؟ خارج یا ایران؟ خارج از ایران. و رفتی و بازی کردی؟ مادرید یه سال زندگی کردم، خیلی خوب. مادرید یه سال زندگی کردی، خیلی خوب بوده. خیلی مردم عجیبی داره اسپانیا، خیلی خونگرم. آره. و واقعا از روز اولی که رفتم اونجا احساس کردم با اون که من 8 ماه خانواده‌مو ندیدم، ایران نیومدم، ولی واقعا احساس می‌کردم که انگار خانواده‌ام کنارم. درسته. خیلی مردم گرم و مهربونن، شبیه ما هن. آره. دمت گرم. و بریم بیایم بعد دارت پرت کنی. دارت پرت کردن چطوره؟ غیر از فوتبال چه بازی رو خوب بلدی؟ چه ورزش رو خوب بلدی؟ من 2 سال بسکتبال میرفتم، والیبالم خوبه، شطرنجم هم بد نیست. بریم بیایم. آقای شاه حسینی بیاریم. بریم بیایم. 1 2 3 بریم بیایم. سعید عزت اللهی عزیزم اینجاست و بسیار بسیار دوست داشتنی و مهربون و آقا و قد بلند و قشنگ و این که الان میخواد دارتشو بزنه. خب آماده، بریم. چهار ضرب در 2 14 شاه حسینی بیا. آقا این 4 ضرب در 2 با 8 ضرب در 3 24 و 8 32 32 و 14 46 46 امتیاز. چی حالتو بد میکنه؟ دروغ. زیاد میشنوی؟ نه، چون که سعی میکنم با کسایی رفت آمد کنم که دمت گرم اینجوری نباشه. دمت گرم. شده بگی؟ مجبور شی بگی؟ دروغ بگم؟ نه، من همیشه تو زندگیم حتی حاضر بودم به ضررم باشم و دروغ نگم، چون خلاصه دروغ یه جای دیگه معلوم میشه. بله، گردش در میاد. دروغ نمیره و خیلی بدتر و بی‌آبروتر و آسیب زننده تره وقتی که لو میره تا اون موقع که آدم
حتی اگر چیز بد ولی راستشو بگه. شاید خیلی‌ها فکر میکنن توی همون حالا تایمی که هستش به اون واسه اینکه کارشون حالا راه بیفته یا اینکه به اون هدفی که میخوان برسن شاید دست به این کار بزنن، ولی توی بلند مدت قطعا خدا یه جور دیگه فکر میکنه. آره. و سعید راستم میگی، تمرینم میخواد. یعنی باید آدم تمرین بکنه راست بگه، دروغ نگه. چون اگه یه جایی حالا اینجا بگم حالا اونجا بگم، من فکر کنم دروغ گفتن تمرین میخواد. چون راست گفتن همه راحت میتونیم بگیم، ولی دروغ گفتن آخه خیلی داریم. اصولا دروغ گفتن خیلی زیاد شده. خیلی زیاد متاسفانه شده. خیلی زیاد شده. وقتی حالت خیلی بد میشه چی کار میکنی حالت خوب شه؟ قلقت چیه؟ یا نماز میخونم یا موزیک گوش میدم. یا نماز میخونی یا موسیقی گوش میدی. ورزش تو اون لحظه؟ تو اون لحظه ورزش گروهی اصلا نمیکنم. نه. ممکنه بزنم یکی من. آها اعصابت خورده. آره. ممکنه بری بدویی واسه خودت؟ آره قدم زدن، هوای آزاد. آها اینم کمکت میکنه. آره. بریم با من دیدی اسمی میگم بریم. نریم با سعید پانتومین بازی کنیم. موافقی؟ بله. شاه حسینی دانیال بگیم بیان 4 تایی پانتومین بازی کنیم. بچه‌ها تشویق لازم داریم. سنگ کاغذ قیچی میاریم برای اینکه هر کی برد اون یارش رو انتخاب میکنه و اونا اول بازی میکنن. باشه؟ بچه بشمارین. 3 تایی هم هست. بشمارین. سنگ بلند سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی تا یک. سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی. ما این شاه حسینی یک بار در دفعه قبل یک خطای گنده کردی، داداش حسوده دیدی. اون چه بازی بود داداش؟ من دانیال. تو دانیال؟ از لحظه که شروع میکنم 1 دقیقه من آغاز میشه. 1 داداش حسود. 1 چیکار کنم؟ 1 2 3 چیز دست یک دن چادری. ساکت چه دقیقه سخته. آقا نه حرف بزنه خب تو بازی. چادر روبنده. دستایی که اینجوری میشه اینجوری مادر. مومیایی دست بسته. محجبه. حجاب چادر محجبه مادر خواهر متشخص با شخصیت ماهی قرمز زرش کلو باقالی پلو با ماهیچه یه جوجه کنارش به چادر ربط داره. تمومه. آره. حجاب چادر. آره کلا عفت کلام. بفرمایید. 1 2 3 شادی بعد از گل. آره من ساده از تو قبیل. بفرمایید. ببخش. رانندگی. کامیون. صبر کن. کامیون بزرگ. رانندگی. مهدی شاه حسینی راننده بوده. دست بیل مکانیکیه. ماشین خفن. ماشین. حرف نباز. آها چیز دیفرانسیل. گیربکس. ماشین. بگو تو. نیل رنگ. بابا خب اون رو. هواپیما. فرار. کلاهبرداری. 2 نفرم. پول بانک. 4 نفرم. پول میخوای؟ طلبکار. آره 1 2 3 چی خسته کسی که خیلی خسته است. هی داره خستگی در میکنه. کارگر. خسته بوده. سختی کار. آره. اینه. 1 2 3
بخار، تمیز کردن، تمیزی، پاک کننده، پاکی، تار، کدر، کثیف، بخار، شفاف سازی. آره مرسی. مرسی. ما هم کمک بگیریم. 3 2 1 اکسترا چیز. جان من بذار نگو. آشفتگی در هم بر هم. با دهن نگو. سردرگمی. گروه موزیک رهبر بگین چی؟ کلافگی. حرف نزن. شلافگی. همین یه اینجوری کردی با سرگردان. یک 2 3 6 نفر. مدیر هیچی نگو. مدیریت بحران. آفرین شاه حسینی. رقبامون رو تشویق میکنیم. مرسی. بفرمایید. خب دمت گرم. راجع به خودت حالا شایعه شنیدی؟ چه قبیل شایعه؟ چی؟ از چه قبیل شایعه؟ شایعه چه در فضای عمومی، یعنی فضای مجازی یا این ور اون ور، مثلا یهو بشنوی راجع به تینو میگم که غلطه. بیشتر خب راجع به انتقالم مثلا به تیمای دیگه بوده. که اشتباه بوده. آره. بدون اینکه مثلا منبع موثقی باشه. اصولا توجه میکنه به شایعات پیرامونت؟ نه. برات مهمه؟ نه. شایعه هستی اگه واقعیت باشه. بله درسته، همینطوره واقعا. دمت گرم. تو خیلی آدم مصمم و تکلیف روشنی هستی و به تو واقعا تبریک میگم. مرسی. من خدا حفظ کنه تو رو. همچنین برای همه ما، برای خانوادت. مرسی. و برای تیمت. مرسی. شاه حسینی جون. خب خیلی متشکرم. لبخند و قول. بله. از سعید جون بخوایم که چند ثانیه برامون لبخند بزنه؟ چه خبر؟ 20 ثانیه. قاعدش 10. الان علاقه‌مندیم به تو و خندت قشنگه، میخوایم 20 ثانیه لبخندتو ببینیم. خدا خندم قشنگ نیست. اختیار داری. آماده؟ بله. 1 2 3 20 دمت گرم. خدا حفظت کنه. و بگو که حاضری چه قولی بدی که بیرون از اینجا 1 نفر تا چند نفر احساس خوشحالی کنن؟ من 2 تا قول میتونم بدم به جای یه دونه. یعنی هر دوشو انجام میدی؟ آره. دمت گرم. بگو. یکیش که از اونجایی که واقعا اعتقاد قلبی به آقای امام رضا دارم، به نیت شماره پیران خودم 6 نفر از بچه‌ای که حالا کم بضاعتن یا مشکل سرپرستی دارن به خرج خودم یه سفر رفت و برگشت مشهد. و یکی دیگه هم دوست دارم با بچه‌ای که حالا همین بچه‌های ضعیف قشر ضعیف جامعه است، یه روز اگه دوست داشتم بریم فوتبال بازی کنیم باشه. چه باحال. پس 2 تا قول. 1 6 تا از بچه‌هایی که شرط مناسبی ندارن برای این سفر تو با خودت یا نه؟ نه من شاید اونو نه شاید نرسی. آره ولی دومی رو خودت هستی. بله دومی نه. آره میفرستی یک سفر رفت و برگشت به مشهد برای زیارت امام رضا علیه السلام. و دومیش چند تا از بچه‌ها رو
با خودت میبری زمین با هم دیگه بازی کنین؟ فوتبال زمین بازی کنیم. فوتبال بازی کنین. زمین بزرگ؟ بله. زمین چمن؟ چمن. بله. چه حالی میده. عالیه. دمت گرم واقعا. قربونت. چاکرم. هدیه 7-8 رو تقدیمت بکنم. یه کمپین داریم، لطفاً بهش ملحق شو. کمپین من هم سوختم. بله. قرار بر این شده که همه اونجا جمع بشیم و بعد حتما. تصمیم بگیریم که هدف این کمپین چی باشه، بعد شروع کنیم اقدام کردن. حتما. خب و علیرضا فانی از مجموعه عکساش، از مجموعه عکسایی که از دریاچه ارومیه گرفته. بسیار بسیار غم انگیز و دلخراش تماشا کردن این عکس‌ها. تو فکر کن این دریاچه ارومیه است. یعنی هیچی نمونده دیگه ها. فکر میکنم اینا شاید جزء شناسنامه ایران باشن. اینا جزء شناسنامه جهانن واقعا. واقعا اینا نشانه های خارجی هایی که به ایران سفر میکنن به عشق همین دریاچه ارومیه، مرداب، انزلی، زاینده رود، اصفهان و خیلی جای دیگه که باید مسئولین بیشتر از اینا بهشون بپردازن، چون واقعا شناسنامه ایرانه. همینطوره واقعا. خیلی درست داری میگی و متاسفانه این شکلیه. به هر حال آدمی مثل تو وقتی این عکس‌ها رو تماشا میکنه به خودش قول میده یه جایی اگر بتونه برای این دریاچه کاری بکنه. این ویژگی رو داره. لااقل یه جا توی مصاحبه، یه جا توی یک جلسه در کنار یک مسئولی، یه جایی آدم براش یه کاری ممکنه بکنه. آره از ذهن آدم پاک نمیشه. دستتون در نکنه. مخلصم. این عکس هم باز از عکسای آقای فانیه بابت اینکه همچنان امید وجود داره، جاهای زیبای سبز زنده هنوز وجود دارن. مرسی. مخلصم. و لوحمون رو هم تقدیمت میکنم. این برای ما خیلی ارزش داره و خیلی با عشق میخوایم تقدیمت بکنیم. لطفا یه جای بذار که هم ببینیش هم کنار تمام افتخاراتت. این رو هم بذار چون خیلی هم ما تو رو دوست داریم هم این رو دوست داریم که میاد پیش تو. خیلی ممنون. مخلص. دستتون در نکنه. میتونی بذاری اینجا و بیای بریم با هم خداحافظی کنیم. به احترام مردم عزیز ایران بلند شیم. سعید جان، هر چی دلت میخواد از ته قلبت برای مردم عزیز ایران میخوای آرزو بکنی بکن. فقط واسهشون آرزوی سلامتی میکنم و میدونم که سلامتی بزرگترین نعمت خدایی. ان شاءالله که همیشه سلامت باشن و لبشون خند. الهی آمین. مردم عزیز ایران ما شما رو خیلی دوست داریم. شما خیلی قشنگی. خدا شما رو خیلی حفظ کنه. منم آرزو میکنم همینطور که سعید جان گفت سلامت باشید، لبتون خندون باشه، در کنار خانواده‌تون باشین و راضی و پرروزی باشید. الهی آمین. مخلصیم. رو به اونجا بگو 1 2 3 همه میگیم شاد باشید. 1 2 3 اون چیه که میره جلو